خوش اومدید به پیج کانال پی اس موبایل ایران. ما میخوایم بهتون آموزش بدیم و مبتدی تا پیشرفته. ما سعی میکنیم گام به گام جلو بریم و این ویدیو اولمونه و ویدیو مبتدی هست. ما میخوایم بهتون آموزش بدیم چجوری بازی رو دانلود کنید. خب خیلی ها همینو بلدن، اگه بلدید که دیگه نیازی نیست ببینید، ولی خیلی ها همین ویدیو رو هم بلد نیستن، یعنی نمیدونن که چجوری بازی رو دانلود کنن. ما اومدیم بهشون آموزش بدیم که چجوری بازی رو دانلود کنن و بیان راحت داخل بازی بدون هیچ مشکلی راحت اجراش کنید، به مشکلی بر نخورید. چون اکثرا من توی کامنت های خود بازی خوندم همه به مشکل خورده بودن، یه ستاره داده بودن به خاطر اینکه نتونسته بودن بازی رو اجرا کنن، حتی با اینکه دیتاشو دانلود کرده بودن. الان ما میریم توی پلی استور که اینو دانلودش کنیم. الان من سرچ میزنم PS 2021 که ببینیم میارتش یا نه. وقتی سرچ میکنی PS 2021 خب آی پیت روی ایرانه، روی کشور ایرانه و این بازی رو واسط نمیاره. دریم لیگ سوکر رو میاره، چمپیون منیجر رو میاره، فوتبال کاپ رو میاره، ساکر هیرو، که اینا هیچ کدوم اصلا PS 2021 نیست. و الان چجوری باید اینو دانلود کنیم؟ الان آی پی ما رو ایران و دو تا گزینه پایین بیشتر تو پلی استور برای ما نداره. یه دونه گزینه اپ، یه دونه گزینه گیمه که اونم گیماییه که فقط روی آی پی ایرانه. ما باید چیکار کنیم تا این درست شه؟ اینو در میایید بیرون، پلی استور رو میبندید کامل، میرید تو ستینگ، میرید تو بخش اپ، گوگل پلی رو اینجا پیدا میکنید. گوگل پلی استور، میرید تو بخش حافظه، کلیر کچ رو اول میزنید، بعد کلیر دیتا. اینجا یه اروری بهمون میده که میگه ممکنه این واسه اکانت شما ایراد داشته باشه که تمام فایل‌ها رو پاک کنه. میزنید اوکی، کاری به اکانتتون نداره. وقتی که پاک شد میاد یه فیلتر شکن رو روشن میکنید که من قبل روشنش کردم. باز دوباره میرید تو پلی استور. وقتی میرید تو پلی استور یه حالت لودینگ میاره و این موقع آی پی تون عوض میشه، میره روی این کشوره که شما دارید. الان اگه نگاه کنید به علاوه گزینه‌های اپ و گیم یه گزینه موون تیوی، یه دونه هم گزینه بوکس اضافه شده. این یعنی آی پی شما عوض شده. الان با سرچ کنید بازی رو واسهتون میاره. خب من اینجا بازی رو الان نصب کردم و اینجا فقط گزینه پلی داده، ولی شما میتونید اینجا دانلود کنید. آپدیت هایی که بهتون میده، نظرسنجی، همه چی در مورد بازی رو میتونید ببینید. حالا ما بازی رو پلی میکنیم. اینجا وقتی روی این گزینه پرس که میزنید که بره داخل بازی و لود شه، اینجا اگه آی پی شما دوباره ایران باشه نمیذاره برید تو و اینجا بهتون یه اروری میده که میگه شما آی پی تون ایرانه و این بازی واسه کشور ایران اصلا تعریف نشده، باید آی پی شما عوض شه. ولی من آی پی کشور آمریکاه راحت میره داخل بازی. الان براتون اجراش کردم، ببینید که میره داخل بازی با فیلتر. ما اینو در میایم بیرون. دوباره شما میتونید از یه روش دیگه اینو دانلود کنید که اونم مارکت. میرید داخل مارکت، رو همون آی پی ایران هم سرچ میکنید پی اس موبایل 2021 و راحت بازی براتون میاره. گزینه اول نسخه پولی پلی استیشنیشه که تبدیل کردن با این تبدیل‌های پی اس پی به موبایل تبدیلش کردن. گزینه دوم خود پی اس موبایله. اینجا من دارمش دیگه، نیازی به دانلود نیست، در جا اجرا میشه. تو این نظرسنجی‌هاش هم همه نوشتن که بالا نمیاد و اینا. باید با فیلتر شکن برید داخل چون آی پی ایران تعریف نشده
و توی همین توضیحات خود مارکت هم گفته این بازی با آی پی ایران در دسترس نیست، باید حتما فیلتر شکن بزنید. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین.